بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. با نامین دیگر از نامآوران سرزمین فارس در خدمت شما بزرگواران هستیم، هنوز هم در شهر زیبای نیشابور. شهر زیبای نیشابور که بهش میگفتند دمشق کوچیک، همونطور که ابن بطوطه در تاریخش ذکر کرده، و شهری که شاید در دنیا کمتر شهری رو ما پیدا کنیم که از باب علم و دانش به پای نیشابور برسه. شهر دانشمندان بزرگ در زمینه‌های مختلف. ما نام‌های نامینی رو در آسمان نیشابور می‌بینیم. اگر حرف از علم حدیث و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برود، نیشابور در اول است. امام مسلم ابن حجاج صاحب صحیح مسلم و ابو عبدالله حاکم صاحب مستدرک و ابن راهوه نامه‌های بسیار برجسته‌ای هستند در کنار نامه‌های دیگر. در قرآن شناسی نام ابن خزیمه نیشابوری و امام ثعلبی و ابوبکر عتیق و ابن منذر و همراهانشان باز در آسمان نیشابور درخشش خاص خودش رو داره. در فلسفه بگیم ابوالحسن عامری و ابو رشید و عبدالکریم قشیری نامهای نامینی از این علمای این شهرند. در شعر عربی ابوالفضل میکائیلی و ابوالحسن باخرزی و غیره. و در زبان شناسی عربی واحدی و ثعالبی که نامهای بسیار برجسته‌ای هستند در میدان زبان شناسی. و در تصوف و عرفان هم بریم احمد حرب و فاطمه نیشابوری و حمدون قصار و ابو عبدالرحمن سلمی و حاجی بکتاش و غیره و غیره نامه‌هایی هستند از علما و اندیشمندان این شهر بزرگ و نامدار. از جمله نامه‌هایی که در این آسمان شهر نیشابور می‌درخشه امامی است بزرگوار. زیباست که ما وقتی اسم ایشون رو میدونیم با افتخار شناسنامه خودمون رو تنها از اسم این بزرگوار میتونیم بشناسیم، بدونیم که اصل و نسب ما کیست و مایه افتخار ما چه دورانی از تاریخ طلایی ما بود. از امام ابوبکر محمد خزیمه. امام ابوبکر محمد ابن خزیمه نامی است نامین از علمای نیشابور، شخصیت قابل فخر و اعتزاز و زیباست. در علما و اندیشمندان بزرگ قدیم خودمون، همونطور که در خاندان اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و به خصوص در میان فرزندان حضرت علی و حضرت امام حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین و دیگران، ما نامه‌هایی چون ابوبکر و عمرها و عثمانها داریم که در تاریخ ما اینها از بس که در قلب‌های مؤمنان جا پیدا کردند و محبت مؤمنان رو کسب کردند، این نامه‌ها رو در هر خانواده و در هر برهه‌ای از تاریخمون اینها رو داریم. و در میان نامهای نامآوران سرزمین فارس ابوبکرها و عمرها و عثمانها و علیها و حسنها و حسینها و بسیار زیادند. ابوبکر محمد ابن خزیمه نیشابوری زاده قرن سوم هجری، سال 223 هجری و در سال 311 دوم ذوالقعده هم چشم از جهان فرو بستند. ایشان یکی از این نامهای بزرگی هستند که در سرزمین نیشابور می درخشند و صاحب کتابها و نوشته‌های بسیار زیادی که شاخصترین اونها صحیح ابن خزیمه هست که در اینجا با اون آشنا میشیم.
این بزرگ مردان رو ما غالباً از اون لقب‌ها و مدارک علمی که به اینها داشته شد، به اینها به اصطلاح میگفتند یا علما به اینها میدادند میشناسیم. امروز رتبه های علمی ما نامه های دیگری داره که فلانی لیسانس هست، فلانی نمیدونم فوق لیسانس خونده، مرحله نمیدونم دراسات علیا هست، نمیدونم تخصص فلان هست، دکترا هست و غیره و غیره. اون زمان افراد رو با لقب‌های علمی که شاخصه اونها بود معرفی می‌کردن. در مورد امام ابن خزیمه میگن که محمد ابن اسحاق ابن خزیمه که ایشون الحافظ، الحجه، الفقیه، ایشون حافظن، حجتن، فقیهن و به ایشون میگفتن شیخ الاسلام و امام الائمه، امام امامان و شیخ الاسلام، از جمله لقب‌های علمی بود که به ایشون میدادن. در سال 223 حضرت ابوبکر محمد ابن خزیمه نیشابوری متولد شدند. در همون کودکی عشق و شغف خاصی داشتند به آموزش و هوش و ذکاوتشون، اون رو تشویق میکرد که در پی علما و اندیشمندان باشند. ایشون شنیده بودند از عالمی برجسته در مرو به نام قتیبة ابن سعید و تمنا داشتند. قتیبة ابن سعید از علمای بغلان هست که با نیشابور فاصله چندانی ندارد. بغلان هم از سرزمین‌های، از شهرهای خراسان بزرگ اون زمان که امروز در سرزمین افغانستان هست. نامی است بسیار برجسته. قتیبة ابن سعید عالمی است پرهیزگار، دانشمند و نامدار که به ایشون میگفتند شیخ الاسلام المحدث. و از ویژگی های این شیخ الاسلام المحدث قتیبة ابن سعید این بود که ایشون هر وقت از شهری به شهر دیگه منتقل می شدند و در اونجا تدریس می کردند و شاگردان بسیار زیادی دارند و علمای نامدار حدیث امثال امام بخاری و امام ابو داوود و امام مسلم و امام نسائی و امام ترمذی و غیره از ایشون احادیثی رو روایت کردند. و ابن خزیمه هم تمنا داشت، از همون کودکی تمنا داشت که در محضر این استاد برجسته حاضر بشه و از پدرشون اجازه گرفتند. پدر که این شوق و شغف پسر رو ملاحظه کرد گفت که بهت اجازه نخواهم داد مگر این که حفظ قرآنت رو کامل کنی. و ابن خزیمه هم تشویق شد و با تلاش و حفظ با زحمت‌های بسیار در همون سنین کوچیکی و خردسالی قرآن رو حفظ کرد. وقتی حفظ قرآنش تموم شد پدرشون بهش گفتند که باشه الان باید این قرآنی که حفظ کردی رو در نماز بخونی، رمضان نزدیک است، در رمضان بخون، حفظت پخته بشه، بعد از اون توکل علی الله میتونی بری بغلان. ایشون هم در نماز امامت دادن، در همون خردسالی با قرآنی که حفظ کردن قرآن کامل رو امامت دادن. بعد از این رفتن به مرو تا اونجا به اصطلاح امام قتیبة ابن سعید رو ببینن. در اونجا محمد ابن هشام رو دیدن. در محضر محمد ابن هشام ایشون به اصطلاح کسب علم کردن. در غالبا همون ایام هم قتیبة ابن سعید وفات کردند و یعنی در حدود سال 240 و یعنی اینی که میتونیم بگیم که ابوبکر ابن خزیمه در 17 سالگی سفرهایش رو برای کسب علم و دانش آغاز کرد. سفر در مفهوم گذشته و مفهوم امروزی ما هم بسیار بسیار مهم هست برای دانش آموزان و دانشپژوهان، گرچه که فضای دانش در همه جا فراهم شده است و رسانه ها و امکانات اینترنتی نوین
مراکز علمی رو به خانه انسانها آورده. با این وجود سفر طعم خاص خودش رو داره و در مدرسه سفر یک دانش آموز و دانشجو فراوان چیزهایی رو خواهد آموخت. و استاد ابوبکر بن خزیمه این امام بزرگوار و برجسته هم سفرهای بسیار زیادی داشتند، از جمله خب در نیشابور که شهر خودشون بودن، در اونجا در محضر اسحاق ابن راهوی و غیره کسب علم کردند. به مرو که رفتن در محضر علی ابن محمد بودند، در ری محمد ابن مهران رو داشتند و در شام موسی ابن سهل رملی رو و در جزیره عرب عبدالجبار ابن العلا رو و در مصر یونس ابن عبدالاعلا رو و واسط محمد ابن حرب رو، در بغداد محمد ابن اسحاق ساغانی و در بصره در محضر نصر ابن علی ازدی و در کوفه در محضر ابا کریب محمد ابن علاء الحمدانی بودند. یعنی اینی که ایشون سفرهای بسیاری داشتند، از نیشابور به مرو، به ری، به شام، به جزیره، به مصر، به واسط، به بغداد، به بصره، به کوفه. این همه سفرها گنجینه علمی بسیار بزرگ رو برای ایشون مهیا کرد تا بدانجا از ترقی علم و اعتماد دیگران رسید که استادهای ایشون امثال امام بخاری و مسلم از ایشون احادیثی رو روایت کردند. و همچنین محمد ابن عبدالله ابن الحکم و ابو علی نیشابوری و یحیی ابن محمد ابن ساعد و غیره که از اساتید ایشون به شمار میرن، از ایشون احادیثی رو روایت کردند. ایشون اهتمام شایانی به حدیث و فقه داشتند و میفرمودند که ما کتبت سوادا فی بیاض الا و انا اعرفه، من هیچ چیزی رو ننوشتم مگر اینی که من اونو میدونم. حافظه بسیار قوی داشتند و از اعلم الناس در فقه امام شافعی دانسته میشن. ایشون مصنفات بسیار زیادی داشتند، کتاب‌های بیش از 140 کتاب رو تألیف کردند که متاسفانه بیشتر نوشته‌ها و تألیفات امام ابن خزیمه به ما نرسیده و این یک علامت استفهام بزرگی رو در تاریخ ما میگذاره که ما مراحل سخت تاریخی رو پشت سر گذاشتیم، چه در مرحله اومدن مغول‌ها و وحشیگری مغول و چه در مرحله وحشیگری صفویت و جنگ‌های مذهبی و کشتار مسلمان‌ها به نام اهل بیت و تشیع. از جمله کتاب‌های یا مهمترین کتاب ایشون به حمدالله حفظ شده و موندگار مانده کتاب صحیح ابن خزیمه هست که اسمش هست مختصر المختصر من المسند الصحیح عن النبی بنقل العدل عن العدل موصولا الیه صلی الله علیه و سلم من غیر قطع فی اثناء الاسناد ولا جرح فی ناقل الاخبار. این اسم طولانی اسم همون مسند یا صحیح ابن خزیمه هست که از کتب صحاح شمرده میشه و همچنین ایشون کتابی دیگر دارند به نام کتاب التوحید که در شرح عقیده توحید و عقیده اهل سنت و جماعت یا عقیده مسلمون هاست و همچنین کتابی دارند در مکانت دعا شأن الدعا و تفسیر الادعیه المأثور عن رسول الله که این کتاب در مکتبه کتابخانه ظاهریه دمشق بود که خدا رحم کنه که چه بلایی بعد از این حوادث اخیری که جنگ‌های مذهبی که ایران ولایت فقیه و روسیه در سرزمین سوریه به راه انداختن، چه کتاب‌هایی و چه مخطوطاتی دست نوشته‌هایی رو ما از دست دادیم. این تصویری است گویا
از اون ظلم و ستمی که صفویان در آن بره از زمان هم انجام دادند و افراد زیادی رو و کتابها و علمای زیادی رو سر به نیست کردند. و ابن خزیمه انسان بسیار جریئی بود. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هیچ گونه اشتباهی رو برداشت نمی کرد. هر کس اگر اشتباهی می کرد فوراً ایشون تصحیح می کرد. آورده اند که امیر اسماعیل ابن احمد یک وقتی روایتی کرد که ایشون در محضر در اون جلسه حضور داشتند. در اثنای روایت یا سندشون امیر اشتباهی کردند. فوراً امام ابن خزیمه گفتند که این روایت شما اشتباه است و واقعیت امر چنین و چنان است. افرادی که در اونجا بودند برخی از علما ترسیدند. بعد از اون گفتند که بابا این 20 ساله که این روایت رو اینجور اشتباه میخونه و ما جرأت نکردیم بهش بگیم تو چه جرأتی داری؟ گفت که این شایسته من نیست، در شأن من نیست که من ببینم کسی اشتباهی میکنه در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و من سکوت کنم. ابن خزیمه از خاندان ثروتمندی بود و کرم و سخاوت ایشون زبان زد خاص و عام بود. از جمله کارهای بسیار زیبایی که ایشون میکرد، هر چندگاهی فقیران و ناداران و ثروتمندان و دارایان شهر رو در یک مهمانی بزرگ در یکی از باغهاش دعوت میکرد تا نوعی انس و همگامی و هماهنگی و همزیستی در بین فقیران و ناداران و مستمندان و ثروتمندان و پولدارا برقرار کنه. همون دعوت دین مبین اسلام که حتی در عروسی ها پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ما رو تشویق میکنند که فقیران رو هم دعوت کنید و خیلی بده و اون ولیمه‌ای که در اون فقط ثروتمندا و خویشا و برجسته‌های خودمون رو دعوت کنیم و فقیران رو دعوت نکنیم. از جمله علمایی که در حق ابن خزیمه و در وصف ایشون و معرفی ایشون برای ما جملاتی دارند، امام ابن حبان هست که می‌فرمایند من در روی زمین کسی رو در علم سنن و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زیادات اسانید و حفظ و متون و اینها مثل محمد ابن اسحاق ابن خزیمه ندیدم. و می گفتند که احد و ائمه دنیا علما و فقها، یکی از امامان دنیا در فقه و در علم هست. امام ابن کثیر صاحب تفسیر و صاحب کتاب تاریخ میفرمایند در وصف ابن خزیمه هو من المجتهدین فی دین الاسلام، در دین اسلام از جمله مجتهدان ابن خزیمه هست. امام نووی صاحب شرح مسلم و امام ذهبی در وصف ایشون میفرمایند الحافظ الحجه، ایشون حجتند، در حفظ نمونه ندارند و میفرمودند که الحافظ الکبیر انتهت الیه الامامه والحفظ فی عصره بخراسان، در خراسان در اون زمان مثل ایشون در حفظ و به اصطلاح کسی رو نمیشه سراغ داشت. و امام ابن حاتم از ایشون پرسیدند که رأی شما در مورد ابن خزیمه چیه؟ تعجب کرد از این سوال این سائل و گفت ویحکم، شما رو چی شده؟ هو یسأل عنا ولا نسأل عنه، شما برید پیش ابن خزیمه و در مورد من از اون بپرسید که بگه آدم درستیه یا نادرستیه، عالمی هست یا نیست، این حق دارید. اما بیایید پیش من و از امام ابن خزیمه بپرسید، این دیگه در شأن نیست. هو امام یقتدا به، اون امامی است که اسوه هست که ما به اون اقتدا میکنیم. و همچنین در مورد ایشون ائمه بسیاری حرفایی رو دارند و وصفهایی رو دارند و در نهایت هم در شب شنبه در ذوالقعده 311 در سن 89 سالگی امام ابن خزیمه چشم از این جهان فرو بستند. مهمترین کتابی که برای ما بیادگار مونده از این نام نامین کتاب صحیح ابن خزیمه هست که از جمله کتاب‌های حدیث نبوی شریف هست و در نزد مسلمان ها از جایگاه خاصی برخوردار هست
و کتاب‌های صحیح که به اصطلاح در نزد مسلمان‌ها قابل اعتماد کامل هست، کتاب صحیح بخاری است و کتاب صحیح مسلم و کتاب صحیح ابن حبان و کتاب المستدرک علی الصحیحین از امام نیشابوری الحاکم و کتاب‌های 7 گانه دیگری که هست یا 9 گانه دیگری که هست، اونها همه از جمله کتاب‌های حدیث عمده شمرده میشن، گرچه که در رتبه صحت تفاوت‌هایی بین این کتاب هاست و مکانت علمی و جایگاه این کتاب ها رو علمای برجسته به اصطلاح مشخص کردند و کتاب ابن خزیمه از صحیح ترین کتاب های 7 گانه حدیثی است بعد از صحیح بخاری و صحیح امام مسلم و کتاب های صحیح به اصطلاح جایگاه خاصی رو در نزد اهل علم و طلبه علم و اهل عرفان و دارند که کتاب صحیح ابن خزیمه از برجسته ترین این کتاب هاست. امام ابن خزیمه یادگاری است از تاریخ پرفروغ و تاریخ پر افتخار سرزمین فارس و شهر خراسان و شهر نیشابور و خراسان. این نام نامین ابوبکر محمد ابن اسحاق ابن خزیمه ما رو به یاد اون زمانهای طلایی و اون تاریخ برجسته ملت و کشور خودمون میندازه و وقتی که ما میاییم و تاریخ خودمون رو بررسی کنیم، بیاییم نامه‌های خودمون رو ببینیم که آقا من اسمم کیه، آقا اسمم فلانی فرزند فلانی فرزند فلانی فرزند فلانی، میرسیم که ما یکی از اجداد ما حتما یکی از علما، یکی از نامه‌هایی که همشون ابوبکر و عمر و عثمان و عمرو و نمیدونم همه یه اسماء صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست و امروز ما تو سرمون میزنیم و میاییم میشینیم جلوی یه دلغکی که بهش میگن روزخون و میاییم دشنام میدیم به کی؟ به اون صحابه‌ای که این دین رو آوردن و پدران ما این دین رو با عقل و درایتی که داشتن به آغوش گرفتند و ما امروز به فضل زحمات اون بزرگواران در دایره اسلام هستیم. پس نیاز هست که ما برگردیم به خودمون، شناسنامه خودمون رو بشناسیم، خودمون رو بشناسیم و تاریخ خودمون رو ورق بزنیم و به علما و اندیشمندان سرزمین خودمون افتخار کنیم.